این گفتگو رو به گفتگویی که رسول پاک با ام المؤمنین سیدتنا عایشه صدیقه داشته. حالا میگه این همیرا لفظ تأنیث است و جان. اسم همیرا که مصغر همراه هست، یک کلمه مؤنث هست. همونطور که روح هم تو فرهنگ لغت عرب معمولا مؤنث به لحاظ لغوی محسوب میشه. کل نفس ذائقة الموت. ذائقة الموت نشانه از اینه که روح در لغت عرب مؤنث هست. نام تأنیثش نهندین تازیان، در ما بین تازیان به صورت مؤنث نفس یا روح رو استفاده میکنن. لیک از تأنیث جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست. ولی روح از این که به صورت مؤنث ذکر بشه یا مذکر باکی نداره، اصلا فراتر از این است. روح سنخیتی با مؤنث و مذکر بودن اصلا نداره. روح انسانی خیلی عالی‌تر و بزرگتر از اینه که ما بتونیم اون رو تو قالب مؤنث یا مذکر معرفی بکنیم. این فقط احکام لفظیه و این فقط محاورات عربیه است که روح رو آوردن تو محاوراتشون به صورت مؤنث، ولی حقیقت این فراتر از اینه. از مؤنث و از مذکر برتر است. روح از جنسیت مرد و زن فراتره. این نه آن جان است که از خشک و تر است. این روحی که من ذکر میکنم اون روح خشک و تر نیست، یعنی روح حیوانی، روحی که در خب همه جانداران هست. این غیر از اون روحه. این نه آن جان است که افزاید زنان. این روحی که مورد نظر من هست روحی نیست که با نان و غذا رشد بکنه، تغذیه بشه. یا گهی باشد چنین گاهی چنان، گاهی اینطور باشه گاهی اونطوری باشه، یعنی گرفتار تمهیدات مادی و امور دنیوی باشه. نه، فراتر از این است. گاهی نون بدی بهش قوت بگیره، غذای مقوی بدی قوت بگیره، نباشه ضعیف بشه. نه، اصلا فراتر از این امور مادیه.